کمیته کنترل قیام و حفظ صحه محیطی شهر طالقان به ادامه فعالیت‌های این کمیته امروز از وضعیت نرخ مواد خوراکی نظارت به عمل آوردند. اعضای این کمیته در این بازدید شماری از نانوایان رستوران‌ها که خلاف نرخنامه کمیته کنترل قیام گران فروشی و اضافه ستانی نموده و حفظ صحه محیطیشان را مراعات نکرده بودند، دکاکینشان مسدود گردید. در همین حال مسئولان در کمیته کنترل قیام میگویند یک کمیسیون ایجاد شده که انشالله شهر و بازار به خاطر دائمی کنترل میکنیم و اگر کسی اطاعت نکرد به پیره اول برشان توصیه میکنیم، برشان توصیه و نصیحت میکنیم و اگر تکرارا دیگه صورت گرفت با پیره دکانشان لاکمور و خودشان به خاطر چند روز به نظارتخانه روان میکنیم که اینا باید دیگه همشهریایمان عبرت بکنن که خود اصلاح بکنن. کمیته کنترل قیام و از مختلف اصناف شهر طالقان نظارت و به عمل آورد که در نتیجه یک تعداد از دکاکینا و کسبکاران که از جمله قصابیان نانوایی هستند اینا تخلف ورزیده بودند که دکانایشان از طرف کمیته موظف و مسدود کرده و تقاضای ما کسبکارای شهر طالقان همین است که خود را به مطابق نرخنامه و عمل بکنه. از نرخ شورولی باید 10 گرم اضافه بیان. همیشه برای هر کامش توصیه ما است. از طریق تلویزیون شما هم توصیه میکنیم که همیشه باید اضافه بیان، ما کم نمیم پیشم. ما 100% از کنترل قیام از کمیته البته نظارت شهر خوش هستم، خرسند هستم، چون که این گپا همگی را برابر میسازد و همگی یکسان عمل میکند تا اینکه شهر و مردم ما بهبود یابد و یکسان رفتار بکنند. اوراق نرخنامه مواد اولیه قبلا از سوی کمیته کنترل قیام توزیع شده و کمیته کنترل قیام همواره کوشش میکنند تا از بازار شهر طالقان به صورت جدی نظارت و کنترل داشته باشند تا از اضافه ستانی جلوگیری نمایند.